با اینکه شغل اصلی کارکنان تیوی ریش ایجاد دود و دم برای مانورهای رژیم و جعل خبر و خلاصه پخش اکاذیب هست، اما به روز انتخاباتشون که میرسه دیگه واقعا حتی موتور دروغ پراکنی و جعلیات تیوی ریش هم میفته به نشتی، چون هر بار باید این تنفر عمومی از دم و دستگاه و نظام ولایت رو تحت عنوان نمایش وحدت با ولایت جا بزنن. این دیگه خب نتیجهش فقط میتونه یک سوتی پارتی باشه و به نظرم وقتش هست که از صالح بخوام یک تصویری از این سوتی پارتی بهمون ارائه بده. سال برنامه تیوی ریش برای روز انتخاباتشون چی بود؟ حالا مسعود اگر اجازه بدی قبل از اینکه سراغ برنامه‌های تیوی ریش توی اون روز بریم، اول یک نیم نگاهی به تبلیغات انتخاباتی بعضی از این کاندیداها بندازیم که دست کمی از اون تبلیغات تیوی ریش نداشت، چون هدف همشون این بود که به هر ترتیبی یک نفر بیشتر توی صف این نمایش انتخابات بیارن و برای این کار واقعا دست به هر دلقک بازی می‌زدن. به طور مثال این نماینده که از روش تبلیغ دارکوبی استفاده می‌کرد به جای سخنرانی. البته نمایندگانی که بلد نبودن صدای اینجوری از خودشون در بیارن از همون تاکتیک همیشگی، یعنی تهدید کردن و ترسوندن استفاده میکردن که توش مهارت بیشتری داره. کسی به طرفداران من چپ نگاه کند گردن میشکنم. ولی از نتیجه انتخابات به نظر میرسه که این تکنیک‌های گردن شکستن اینا دیگه خیلی تو جمع‌آوری رأی کمکی بهشون نکرد. یعنی عقلشون به این چیزا نمیرسید. خب مثلا تو خود بهتر از من میدونی که ما داریم درباره موجوداتی صحبت میکنیم که اساساً با عقل و شعور بیگانند. ولی در واقع توی تیوی ریش هم تقریبا یک همچین دستگاهی حاکم بود که هر مجری تلاش میکرد که هر کشکی رو به هم ببافه که فقط یک جوری قیمت خودش رو بالا ببره. مثلا این مجری که انگار بهش گفته بودن که هر بالبال زدنی یه چند هزار تومانی اضافه حقوق داره که دیگه اینجوری بالبال میزد. بخیر. خیلی خوش آمدید. متشکرم. ان شاءالله که صبحی سرشار از موفقیت داشته باشید. هر کجا که هستید ان شاءالله سلامت باشید. خیلی متشکرم که امروز شبکه خبر رو انتخاب کردید برای اطلاع از آخرین اخبار انتخابات. ما گروه گویندگان شبکه خبر امروز با شما خواهیم. من و آقای سلمانی از ساعت 2 تا حدود 6 بعد از ظهر با شما هستیم که قطعاً من فکر می‌کنم تمدید میشه. قرار هست که 10 تا مرکز بریم. 10 تا مرکز در تهران، 40 تا ببخشید 40 تا مرکز در کل ایران و حتما هم ستاد انتخاباتی که ستاد انتخابات، شورای نگهبان. بله. چقدر برنامه داریم امروز برای تک تک شما عزیزان بیننده. یا مثلا این نمونه مجری رو داریم که همون اول صبح فکر کنم تو گینس برای خودش یک رکورد پاچه‌خواری ثبت کرد با این حرکت مشمئز کنندش. و از کارکنان برگزاری انتخابات که خود را در توفیق گرفتن ایدی پیشاپیش دید از دست استاد. تبرک من هم دعاگوی شما هستم، انشالله که به هر حال آقا تو دل ما جا داشته باشه، به جای اینکه حالا انشالله سایه‌اش مستدام باشه. سلامت باشه. این دیگه سال خیلی فاجعه بود. من فکر نکنم که گینس هم مثلا خودشو به همچین چیزی آلوده بکنه. نمیخواد که حالا آدم‌ها رو به هم بزنه. احتمال حق با تو باشه. تو نمونه بعدی اما با یک مجری مواجه هستیم که ظاهراً تمام عشقش اینه که از شهرستان بیاد به پایتخت. به خاطر این اصلا کار نداره که دور و برش چی میگذره. فقط اون متنی که از صبح دست شدن رو تلاش میکنه به شکلی تاثیرگذار بخونه که توش به چند تا کشف جدید هم میرسه ظاهراً. همه لبیک یا خامنه‌ای گفتند و آمدند، بیشمار آمدند، بیکران آمدند، در مقابل تهدیدات و تحریمات دشمن آمدند تا تمامی تهدیدها را نقش بر زمین کنند. والا ما تا حالا شنیده بودیم که توطئه ها رو نقش بر آب میکنن. این که میگه نقش بر زمین میکنن، حالا یا برای صرفه‌جویی تو آب بوده یا مثلا تحت تاثیر نقش زمین شدن ولی فقیه، دیگه همه چیزو میگه نقش بر زمین شد. ولی صحبتاش بازم ادامه داره که توش کشفیات دیگه‌ای هم هست. این مردمی ترین انتخابات جهان است. رای دهنده ها مردم هستند. داوطلبین از بطن مردم هستند. همچنین میگه داوطلبان از مردم هستن، انگار مثلا همه جا انتخابات میذارن از فضا آدم میارن، آدم فضایی و یوفو اینا میارن، بعد داره صحبت میکنه. از قضا یه جایی که داوطلبان از مردم نیستن همینجاست. به هر حال تو کشورهای دیگه خب مردم رای میدن دیگه. حالا اینکه چیزی نیست که ببین که بعدش هم با انگشتش میخواد چیکار کنه. و من با این انگشتم، من ایرانی با این انگشتم بند دل دشمن را پاره میکنم.
والا ما تا حالا همیشه دیده بودیم که این عناصر بسیجی رژیم مشت میزدن تو دهن استکبار. در دوران پسابرجام فکر کنم حالا یکی میخواد به جای مشت انگشت بزنه. کلا توی این روز انتخابات از اول صبح اینا یه سنگی برداشتن که میخوان با 40 جا نمیدونم ارتباط زنده داشته باشن، ولی یکی بعد از دیگری هر جا وصل میشدن فقط سوت میزد. مثل این نمونه که طرف بردن روی آنتن ولی اونجا ظاهرا کسی بهش نگفت که رفته روی آنتن. آقای یزدانی سلام. هموطنان عزیزمون در همکار گرامی، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه خبر سلام و عرض ادب دارم. از استان خراسان شمالی رنگین کمان قومیت‌ها کشورشون و استانشون سهیم باشن. عرض کنم خدمتتون که امروز یزدانی یه لحظه فکر کردیم تمرینه. آقای یزدانی رو آنتن داشتیم واقعا گزارش می‌کردیم، ما هم می‌دیدیم. می‌خواید از اول بریم؟ نه نمیخواد از اول بری، برو بعدی. توی گزارش بعدی دیگه میخواستن از سیستان و بلوچستان گزارش بدن. اینقدر صحنه سوت و کور بود که دوربین جرأت نداشت حتی یک ذره هم پشت سرشون نشون بده. همش روی زاویه مشخص فقط میچرخه. آقای سرگزی میخواد شروع کنه. آقای سرگزی ما با شما هستیم، شما هم با مردم عزیز باشید. الرحمن الرحیم. متشکرم جناب آقای حیاتی. اجازه بدید من هم سلامی داشته باشم به گرمای آفتاب و وسعت دل مردم این دیار به یکایک ایرانیان عزیز. جمعیت 2,700,000 نفری سیستان و بلوچستان امروز هم مثل دوره‌های قبل به پای صندوق‌های رأی خواهند آمد. سیستان و بلوچستان در دوره‌های مختلف انتخابات همواره جزو برترین‌ها و بالاترین‌ها در مشارکت بوده و خدمت شما عرض کنم که این بار هم مردم سیستان و بلوچستان از اولین دقایق اومدن. جمعیت پشت سر من رو دارید مشاهده می‌کنید. اگه شما جمعیت پشت سرش رو بشمارید می‌بینید 1 2 3 4 5 6 7 8 به 10 تا هم نمیرسه. اون پشتم که کارکنان شعبه دارن برای خودشون موبایل کار میکنن. ولی به نظر میرسه که مجری همینطوری این شعر برای خودشو داره میبافه و میره جلو، کاری هم نداره که کسی هست یا نیست. امسال هم ما در این 48 حوزه انتخابیه بالغ بر 1,568,000 نفر واجد شرایط رأی داریم. حالا این یکی هنوز به قول شما میتونه متنی که بهش دادن رو بخونه. تو بعضی جاها اصلا وضعیت کسادی طوری بود که حالی برای مجری باقی نمونده بود. بعد بکنیم همکار ما در ستاد انتخابات کشور مستقر هست و آخرین خبرهای داغ انتخاباتی رو برای شما خواهد گفت. سلام عرض می‌کنم به همکار محترم در ستاد انتخابات آقای احمدی. سلام بر شما. تصویر دریافتن یه مقدار مشکله. آقای احمدی سلام. آقای احمدی صبح شما بخیر، لبخند بزن. ناراحت آقای احمدی چرا؟ آقای احمدی هنوز ارتباط ما هنوز برقرار نشده و آقای احمدی صدای ما رو هم نداره. بله اینم که صدا نداره و وصل نشد. دست آخرم که یکی وصل شد دیگه اینقدر وضعیت بیریختی توی شعبه رأیگیریش ایجاد شده بود که چیزی به جز خود مجری برای نشون دادن نداشتم. دعوت میکنم از اونایی که همچنان توی خونه هستن تو رو خدا فارغ از هر گونه تصمیم و انتخابی اینو بدونین که این یک اتفاقیه که خیلی ها اون طرف میدونین منظورم کیا هستن منتظرن که غیبت‌های شما رو ثبت کنن، نذارین که خیالشون راحت باشه. دیگه فقط کم مونده بود گریه کنه تو رو خدا بیان رأی بدیم، پا به کوب زمین بگی من رأی میخوام من رأی میخوام. خلاصه از این سوتی هم تو روز انتخابات کم نبود، ولی جالب اینه که روند سوتی پارتی در جریان شمارش آرا هم ادامه داشت. مثل این یکی که دیگه با اینکه از روی کاغذ داره میخونه بازم سوت میزنه. یک در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان آقای محمد حسینی با کسب 130,042 رأی از مجموع 48,463 رأی. توجه کردید؟ 130,000 رأی از مجموع 48,000 رأی، یعنی نزدیک 3 برابر مجموع آرای ریخته شده فقط رسیده به یک نماینده. نه اینکه تقلبی در کار باشه، احتمالاً اشتباه لپی بوده، توپقی بوده، چیزی بوده. ولی وقتی سیستم شمارش آرا اینطوریه که میریزن روی فرش بعد یکی یکی از توش کاغذ میارن میشمرن، دیگه از این چیزها هم از توش در میاد. به هر حال این بود گوشه از نمایشی که تحت عنوان انتخابات
توی تیوی ریش منعکس شد. ولی واقعا وقتی میخوان یک وصله نچسبی به اسم انتخابات رو به ریش ولایت بچسبونن، دیگه خب انتظار دیگه غیر از اینم نمیشه ازش داشت. نیروی التزامی کشور طی الزامیه‌ای از مردم خواست زین پس هر نامزد انتخاباتی که تبلیغات خود را با پوستر زیاد رنگ و لعاب، بنر بزرگ، ستاد قشنگ، نه حزب راست نه حزب چپ، شامم میدان هیچکی به هیچ یه رنگ نده تا خیر بشه. تا خیر بشه چشاش نرم.